Assalomu alaykum do'ston aziz, یک بار دیگر برای شما امروز باز 13 سر گوسفندهای فروشی برای شما پیشنهاد کردیم. ویدیو رو که تا آخرش تماشا کنید درباره گوسفندها معلوماتی پوره گرفته بعداً خرید کنید. آبش 13 سر 10 تاش خوشخور بره 3 تا دیگه سالق بره. همش خورد و خوراک سلامتیش بهترین دوستان عزیز. این حال یگان خیلی کمبودش نیست. یکم پارته دوستان عزیز فروخته شد و یا به زنگ نزنید دوستان عزیز. من این بود دویم پارته دوستان عزیز. اینا نرخشون بینواد سبک برای مال کردن. اگر خریدار باشید اگر ویدیو رو که تا آخرش تماشا کنید دوستان عزیز. اینجا دوستان عزیز 1.5 ماه سرکردگی تو 3 ماه پیشش 3 ماه 10 تاش خوشخور بره 3 تا دیگه سالق بره. همش الیتا برای مال کردن بهترین ای دوستان عزیز. نرخش هم دسترس. کسانی که خریدار جذب باشته کرد مرحمت دوستان عزیز. این مینه برای شما برای مال کردن تو میشود دوستان عزیز. همش گوسفندهای دومدار مالای بهترین. پرودش خساری پروده دوستان عزیز. اوانی که خساری گیبریتش هم های دوستان عزیز دور نشانده. تگش هم مسچو دوستان عزیز. اکن مسچو دوستان عزیز همش گوسفندهای خساری می شود. الیت همش دوستان عزیز. اوچش همش کلان کلان گوسفندهای کلان کلان دوستان عزیز. مایده چویده گوسفند نیست اینجا برای مال کردن باشد اگر مرحمت دوستان عزیز. خب میگذاریم مسئله نرخ و نواش به نرخش دوستان عزیز 1250 سومانی باز کم تو معامله دارد. اگر تریتوری خوجم باشد اگر دستکش رایگان است. اگر که طرف های دوشنبه باشد اگر گفتگی نرخ ما زیادتر یا کمتر کرده مسئله دستکش تشکیل میکند. صاحبی مال البته خریدار باشد اگر زنگ زنیدتان در پایان اکران رقم و تلفن صاحبش هست دوستان عزیز. فقط که خریدار کنکرین زنگ زنیدتان با کمتون ارزان می شود. اگه گفته که نرخ ما مرحمت برای خراب باشد اگر بازار نخریده نتونسته که باشد اگر من این مینه برای شما 13 سر گوسفند فروشی همش تشتی 95% خوش خورد دوستان عزیز. 5%